با پابند در بیمارستان وقتی خواب بود مأمور در اومدم بیرون و رفتم. اومدم اول رفتم بروجرد پابند رو باز کردم، شکوندم پابند و رفتم صاحب خونه دوستم همون تو یه روز. بعد اومدم کرج، یه رفیق دارم کرج، اومدم پیش رفیقم کرج، گفتم داداش منو بفرست برم ایران. گفت حله میفرستمت میری. زنگ زد به رفیقاش تبریزی بودن ولی خونهشون کرج بود. گفت رفتیم شمال مسافرت. گفتن چند روز دیگه میاد داوود. به رفیقم اسمش داوود. گفتم چند روز دیگه میاد؟ گفت 10 روز دیگه از شمال میان. گفتم من وقت ندارم باید برم تو این 2-3 روز. گفتم بریم شمال سمتشون که صحبت کنن منو ردم کنن بریم ترکیه. قاچاقچی بودن یعنی؟ نه آشنا داشتن ردت میکردن مرز. آره مثلا گفت قاچاقچی میشناختن. آره رفتم شمال و پیش اونا حالم هم خیلی بد بود. همون این ایام بود. قدر یارویی که قاچاق بر بود آدم میبرد گفت 30 تومن میگیرم. رفیقم گفت 50 میذارم سرش 80. استانبول دستشو بذار تو دست مثلا یکی که بهت میگم. گفت باش. آها اون رفیقت اون تو استانبول هم آدم داشت؟ نه مثلا آره یه رفیق تو هلند داشت. از استانبول بری هلند؟ هلند میخواست بیاد دنبال من استانبول که ببرتت. آره. بعد همه چی اوکی شد و ردیف شد. من دیدم گفتن چرا قد حالت بد و فلان و اینا. گفتم بابا مثلا اینجوری دیگه دیدم مشروب میخوری باید ببخشید. گفتم نمیدونستم مثلا شب قدره. قصه تو ماه رمضان شب رفتنت. آره ماه مبارک رمضان. آره اون شبی هم که مثلا همون میخواستم برم شب قدر بود. عجب. شب قدر. ولی من نمیدونستم. یه نکته بذار به خانوادت به خانومت گفتی که داری میری؟ اصلا هیچ که خبر نداشتم دیگه چون دسترس گوشی مثلا گوشی زنگ میزدم میگرفتنم مثلا. آها ارتباطتو قطع کرد با همه با اونایی که شهرستان بودن همه قطع کردم. بعد یهو حالم خوب نبود. گفت بیا این ردیفت میکنه. یهو دیدم 4-5 نفر دورم بود. یهو دیدم گوشیاشون مثلا دارن استوری نگاه میکنن. بعد دیدم همش راجع به حضرت علیه. میدونستم روزه داریه ولی نمیدونستم شب قدره. گفتم داداش شب قدره؟ رفیق خودم که میدونست اعتقاد دارم گفت نه. ولی یهو اون یکی گفت آره شب قدره. شب 19 بود. گفتم من نمیخورم نریز. گفت بابا بخوری حرفو واسه چی؟ گفتم نه من نمیخورم. یهو یکی داخل اون جمع یه بی احترامی به حضرت علی کرد. یه بی احترامی کرد جهر بستمون شد. گفتم پاشو تا بریم فلانی. گفت واسه چی؟ گفتم پاشو تا بریم من نمیرم میخوام برم خودم رو معرفی کنم. حالا لب مرزی؟ نه همه چی اوکی شده بود. میخواستن از شمال ببرنم باکو نمیدونم کجا. آره ببرنم اونجا. بعد گفتم من نمیرم. گفت واسه چی؟ گفتم حال نکردم. به حضرت علی توهین کرد. گفتم به رفیقم اسمش داوود بود. گفتم داوود خسته شدم. گفت چی؟ گفتم از در به دری اینی که نفرین پشت سرم باشه. نمیخوام دیگه نفرین پشت سرم باشه. نفرین مادر اون سرباز اون خانواده اون مامورا. گفت میخواد چه کار کنی؟ گفتم هیچ میخوام خودم برم معرفی کنم. برگردی دوباره؟ آره سر خونه 4 روز بود رفته بودم. آره. گفت یعنی واقعا داری جدی حرف میزنی؟ گفتم آره داداش دارم جدی حرف میزنم. همون امشب داوود توبه میکنم و برمیگردم. اصل این بود که تونستم بیام بیرون رو ببینم ولی دیگه ثابتم کنم دیگه اون ممد نیستم. نمیخوامم باشم فراری باشم در به در باشم نفرین. خدا گفتم خدا ترکیه با خدا ایران که فرق نداره. بالاخره خدا همه جا هست. داره میبینه من چه اشتباهی کردم. اومدم و زنگ زدم رئیس زندان ملای رها روزبهانی. گفتم آقا ما میخوایم خودمون رو معرفی کنیم.